دوم مفصلی که در این ساحه است که ما استفاده میکنیم روزمره کارهای خود انجام میدیم، این مفصل به نام مفصل شولدر جوینت. صحیح شد؟ این یک مفصل به نام شولدر جوینت. دو مفصل دیگه مثلا مفصل آرنج که ما میگیم، این مفصل آرنج هم از دو استخوان ساخته شده. البو جوینت میگیم. دیگه مفصل است مفصل دست. این دست مفصل است مفصل ساخته شده. این هم یک مفصل مشهور است که روزمره ما کارهای زیاد استفاده میکنیم، مثلا چای خوردن، نان خوردن، آب خوردن، کارهای روزمره دیگر که انجام میدیم. این قلم مثلا نشته کردن، این کارش توسط این مفصل دست زیاد میشه. البته غیر از اینکه این مفصل دست حرکت میکنه، این آرنج هم حرکت میکنه، این هم بناکنه. یعنی کسانی که این مفصل چیزایش درست نباشه، حرکاتش منظم نباشه، میتونه مشکل کنه. دیگه یک مفصل دیگه از به نام مفصل خفیف فقسی بهش میگه، به نام هیپ جوینت میگه. از این مفصل هم روزمره ما میتونیم استفاده کنیم، قدم بزنیم، شیشته میتونیم، این تمام کارهای روزمره خود به آسانی میتونیم انجام بدیم. این به نام هیپ جوینت میگه. دیگه مفصلی که زیاد استفاده میشه، شما در شستن، در رفتن و در این کل چیزا استفاده میکنید، مفصل زانو. پیشتکه مفصل چطوری در دیر استفاده میکنید. بازترین حرکاتی که ما انجام میدیم، حرکات روزمره بدن، روزمره که انجام میدیم، قدم میزنیم یا جای میریم، قاد میکنیم، بنان میشینیم، وضو میکنیم، تشناب میشینیم، اینی مفصل زیاد استفاده میشه. به این خاطر باز کسایی که سنای زیاد میشود، سنش که زیاد میشه، سایدگی مفصل در اینجا پیدا میشه. یا مفصل زانو یا نی جوینت پیدا میشه. بعد از اون باز به مفصل دست پای پای هم مفصل داره، ما میتونیم مفصلش حرکات روزمره انجام بدیم. اگه این بود این مفصل با بسیار با مشکلات انجام پیش میشه. مثلا مثال بدم شما با زینه بالا میشین، باید مفصل کار بگیرید، پای رو بالا بگیرید. اگه بالا نمیشد، شما نمیتونید پای خود حرکت بدید. این هم مثال بدید. پس این مفاصل مشهوری بدن که ما نام میگیریم این مثلا مفاصل اینترفالنجر جوینت است. این هم ما استفاده میکنیم. انگشتان یک مفصل، یک استخوان دیگه استخوان. اونجا دیگه یک جای دادن، یک مفصل. روزمره کار میگیرید. مثلا یه عادی مانگر است. این میتونه استفاده کنید. پس کمی نمیتونه کمک کنه. پس این مفاصل است که روزمره ما زیاد کار میگیریم از اینا. و برای زیاد کمک هم میکنه. اگر این مفصل نباشه، شما یک روز که دکتر استخوان بشینید، با شما میفهمید که قدر مفصل چقدر است. یعنی باز کسایی این مفصلش کار نمیکنن، قد میشه. باز کسایی این مفصلش کار نمیکنن، باز این گوشت بالا نمیره، این قسم دست میباشه. فکر درست چی میگه؟ باز مفصل یعنی مفصل استونی فقرات مشکل پیدا میکنه. مفصل زانو مثلا این احتیاطاش بر میگیم که نماز خوردن، چی رقم میکنیم، نان خوردن، گشتن و این کل چیزها رو منظم باید این خلاص این بگیم که مفصل باید قاب نشه. چون این قسم شکل داره و یک دیگه سایدگی پیدا کردن. مثلا این مفصل است، اینجا وظیفه‌اش است. این خو حرکت میکنه، تقریبا 40 ساعت 50 ساعت کار میکنه. این که باید سایدگی پیدا کرد، موضوعی که به یک دیگه میخوره درد پیدا میکنه. چی میگن؟ درد پیدا میکنه. درد باعث میشه که او مفصل زیاد حرکت نمیشه. باز نفر میشه زیاد قاد بکنه. و این اشتباه کلان است که به خاطر این دردایش دوای ضد درد میده. دوای ضد درد میده و استیروید برش میده که التهابش کم شه. حالا اون دیگه هم خراب میکنه. پس مفاصل ما اشتباه میکنید کدام مفاصل است. این مفاصل ما کار یک مفاصل شولدر جوینت است. شما گفتم برام اول شولدر جوینت اینی مفصل است. صحیح داریم؟ اینی استخوان هموراس است. همراه استخوان هموراس این یک فالها است برام گلینوت کاویتی. این از مربوط استخوان اسکاپولا میشه. صحیح میگم؟ من یک رسم میکشم با شما میفهمید. اینی مفصل دیگه برام گلینوت کاویتی یاد میکنم. گلینوت کاویتی. استخوان چی رو برام درس دادم؟ استخوان اسکاپولا. اسکاپولا درس دادم
استخوان اسکاپولا بلد شما که بود استخوان این یک فوحه داره. این فوحه را به نام گلینوت کاپیتیل میگه. در گلینوت کاپیتیل استخوان دیگه که با میخوانیم و برای استخوان همورس است. به نام استخوان همورس است. به نام استخوان چی است؟ همورس. پس این یک جای میشه، این هدش و سرش که یک جای میشه، همراه کاویتی اینجا یک مفصل میسازه. این مفصل به نام دیگه چیزی کنید دوم خب دومش ما میگم elbow joint یا مفصل آرنج برش میگم. مفصل آرنج چی رقم از وقتی که استخوان همورس خلاص میشه این خلاص شد. مزامره استخوان دیگهش به نام رادیوس یک جای میشه. به نام چی یک جای میشه؟ رادیوس. این را باز ما میگیم elbow joint. به نام چی؟ elbow joint گفتن میشه. این را دیگه است کنیم. دیگه را ما میگیم به نام wrist joint. به نام wrist joint یا مفصل دست. همون استخوان رادیوس که است همون چیز استخوان رادیوس و اولنا استخوان اولنا همراه استخوان 8 نمره دیگه که در دست است همراه اون یک جای شده با مفصل ساخت. این هم یک مفصل مشهور است. بله همراه استخوان کارپل 8 نمره که است. البته پراکسیمال 4 دانش که بالاست و همراه اون یک جای شده. دیگه چی است؟ دیگه چهارمش به نام هیپ جوینت است. هیپ جوینت این رو به نام مفصل حرقفی فخذی میگه برش. این مفصل شما میشناسید؟ این مفصل حرقفی فخذی برش میگه. مفصل حرقفی فخذی. صحیح بله؟